سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. یه سلامی میکنم به دوستان عزیزی که در پیج مری هستن. امیدوارم که خوب باشید. خیلی ممنون که وقت میذارید لایو ما رو میخواید ببینید و یا دوستانی که بعدا میخوام ببینن. قبل از هر چیز خودم رو معرفی بکنم. گلستان هستم، در منیتوبا در یکی از شهرهای کانادا زندگی میکنم. با خانوادم حدود میشه گفت almost 20 ساله در کانادا زندگی میکنم و عرضم به حضور شما در ایران به صورت مکاتبه درس خوندم و اومدم اینجا ادمنستریتیو اسیستنتم در یکی از کالج‌های منیتوبا تحصیل کردم و الانم فول تایم کار میکنم و یه مدتی هم هستش که این بیزینس رو شروع کردم. مری عزیز، خیلی ممنون از این که دعوت منو قبول کردی. یک دنیا ممنون. روز یک شنبه تعطیلات، به هر حال ما باید در کنار عزیزانمون باشیم، بریم پیکنیک و نمیدونم، به هر حال از فرصتی که داریم. البته من اینجا رو میگم، نمیدونم اونجا در چه شرایطی هستی. گفتی زمستونه. به هر حال ممنون هستم مری جان، وقت گذاشتید. میخوایم یه لایو بذاریم برای دوستانی که نگران این هستن که به هر حال شرایط خاصی داره این بیزینس و به هر حال این اطلاعات رو ما از طریق این لایو به دوستان میدیم و از زبان به هر حال مری عزیز میخوایم بشنویم که این بیزینس محدودیتی برای افراد داره یا نداره. عزیز دلم، سلام عرض می‌کنم خدمت گلستان عزیزم و تمام کسایی که ما رو از پیج گلستان جون میبینن یا از پیج من یا اینکه بعدا ما رو میبینن. مرسی از شما که من دعوت کردین. منم یه بک‌گراندی از خودم بگم که خب تو ایران 7 سال الان هلند هستم. تو ایران به عنوان سلز کنترلر 16 سال توی ایران کار کردم، گرافیک خوندم، اینجا هم مشغول هلت کر هستم. الان که در خدمت شما نزدیک به 1 سال تقریبا که من این بیزنس رو شروع کردم. درسته. خب مری عزیز، البته مریم اسم نه، من مرضیه کاظمی. بله، من مرضیه کاظمی جاوید در واقع هستم، اما اینجا هلندی‌ها یکم براشون سخت مرضیه رو بگم و خودم هم اصلا مری رو دوست دارم. بیشتر با اسم ماری جاوید تو پیجام هستم. درسته. کلا اسمای بلند یه خورده تلفظشون برای اینجایی هم همینجوریه و دوست دارن خیلی شورت نیم افراد رو خیلی مثلا راحت تر براشون. فقط خواستم برای دوستان یادآوری بکنم اگر شما رو خواستن سرچ بکنن یا به همین اسم هستش توی بیزینس پیجتون، درسته؟ بله من تو بیزنس پیجم با ماری جاوید هستم، حتی وبسایتم هم ماری جاویده، اینستاگرام هم ماری جاویده، فکر میکنم تیک تاک هم حتی، یعنی هر جا بزنن میاد بالا. اوکی، چقدر خوب. خب با تجربیاتی که مری عزیز در رابطه با این بیزینس پیدا کردید، برای دوستان میخوایم بگیم که آیا محدودیتی برای افرادی که میخوایم بیزینس رو شروع بکنیم داریم یا نداریم و این بیزینس برای چه افرادی هستش؟ اتفاقا یکی از پوانهای مثبتی که این بیزنس داره اینه که نامحدوده، اصلا هیچ لیمیتدی نداره، چه از نظر دانش، چه از لحاظ سنی، چه از لحاظ بک‌گراند و اکسپریانس، اصلا هیچ چیز لازم نداره. محدودیت زمانی و مکانی ما نداریم برای اینکه بخوایم انجامش بدیم. یه کامپیوتر و گوشی و اینترنت داشته باشی، پشو برو تو پارک میخوای بگردی یا سفر برو، تعطیلات میتونی کارتو قشنگ انجام بدی و پستاتو بذاری، ایمیلاتو جواب بدی. به لحاظ سنی هم ما محدودیت حتی نداریم. از یه فردی که 18 سالشه میتونه وارد این بیزینس بشه، فعالیت کنه، تا یه خانم یا آقای 80 ساله یا به بالا. خوشبختانه ما وقتی که وارد این بیزینس میشیم یک ترینینگ وبسایتی داریم، در واقع پلتفرمی داریم که از تمام پلتفرما 0 تا 100ش توی این ترینینگ ما یاد میگیریم. یعنی اصلا نیازی نیستش که دانش قبلی داشته باشی بگی من الان چند سالی بیزنس کار میکنم جایی. نه، من اصلا خودم به شخصه هیچی از سوشال مدیا نمیدونستم، اصلا
راستش دوست خوبی هم نبودم با سوشال مدیا، یه ذره همچین محدود بود برام تو زندگی. اما الان خوشبختانه هم خیلی چیزا رو یاد گرفتم، هم خیلی دوستای خوبی پیدا میکنی و خب توی این ترینینگ با تمام پستی و بلندی ها، تمام پلیسی کار، یعنی با فیسبوک همه چی آشنا میشه و اصلا خدا رو شکر هیچ محدودیت، یعنی به نظر یکی از امتیازات خیلی بالایی که هستش توی این بیزنس همین نامحدود بودنشه، به هر لحاظی که بخوای بهش فکر کنی. یه چیز دیگه ممکنه خب دوستان براشون سوال بشه چرا محدودیتی نداره. میدونی خب حالا ما میگیم بله اصلا محدودیتی نداره، ولی علت این که چرا محدودیتی نداره علتش اینه که یک بیزینسه. درسته؟ شما وقتی که یه بیزینس رو شروع میکنید این میشه مال خودتون، کار خودتون هست. حالا فرقی نمیکنه شما 25 سالتون باشه، 80 سالتون باشه، یا به هر حال تو هر کجای دنیا زندگی، اصلا اینا برای یک بیزینسی که به صورت آنلاین اهمیتی نداره. چرا؟ برای اینکه اون بیزینس شما میخواهید کسب درآمد داشته باشید. یعنی وقتی ساعتی کار نمیکنی اون بیزینس نمیاد بگی که مثلا این 60 سالشه نمیتونه کار بکنه، یعنی کار فیزیکی نیست، یا مجبور بشید یه جایی 8 ساعت بشینید و یه کار اداری رو انجام بدید. برای اینکه اون محدودیت زمانی، مکانی و خودتون باید کسب درآمد داشته باشید، این باعث میشه که دیگه خب دست خودتونه چقدر کار بکنید، بعد حوصلتون سر بره، یا دوست دارید 8 ساعت کار کنید، 6 ساعت کار کنید. برای این برای اون کمپانی ها اهمیتی نداره شما تو چه شرایطی باشید. میخواید برای خودتون درآمد داشته باشید و اگر تلاش کنید این درآمد بیشتر خواهد شد. بله بله، کسب این درآمد واقعا بستگی به تلاش فردی هر کدوم از ما داره. بعدم باید بگیم هورا دیگه رئیس خودمون هستیم. رئیس خودمون. دقیقاً. ببینید من گاهی وقتا فکر میکنم که یعنی من توی یه لایو صحبت کردم، گفتم ارزش زمان در دو حالت خودشون نشون میده. یه زمانی که زیر استرس کار هستیم، هی میخوایم یه کاری رو سریع تموم کنیم بدیم دست رئیسمون، یا کارامون عقب افتاده، اون یه دقیقه هم برامون خیلی مهمه. یه زمانی هم هستش که بله ما در مسافرت هستیم، با خانوادهمون هستیم، چقدر لذت میبریم، همش میگیم ای با یه روز مونده به رفتنمون، نمیدونم یه ساعت دیگه باید بریم. اینجور موقع ها زمان خودش رو نشون میده و بهترین شرایطی که این بیزینس داره همونجور که شما گفتید زمان هستش. زمان یعنی در کنار همه این لذت‌هایی که در کنار خانواده‌تون دارید، مسافرتتون رو دارید، این بیزینس هم در کنار شما خیلی دوستانه داره فعالیت میکنه. دقیقاً یه عضوی از خانواده در واقع میشه دیگه. دقیقاً. و همین که تو استرس پاسخگویی به رئیس تو نداری، این که حالا الان همه کارام به قول شما کارا رو سریع انجام بدم، سر تایم سر کارم باشم، اینا خودش خیلی استرسه و این خوشبختانه ما این استرس ها رو نداریم. این بیزنس این فرصت رو به ما میده که از کار لذت ببریم. دقیقاً. خیلی برای اینکه محدودیت نداره دیگه. محدودیت مثلا یکی بیاد حتی مثلا به صورت آنلاین پی ام به شما بده، مسیج بهتون بده که فلانی این کار حتما باید تا امروز تموم کنی، فلانی، این مال خودته. و وقتی که با این بیزینس کار میکنید در واقع بیشتر اینجوی کردن از لذت میبرید و پست میذارید، میرید مثلا پارک یه عکس میگیرید، یا در مورد یه قسمت از زندگیتون دارید آشپزی میکنید، ویدیو برمیدارید میذارید. کار ما اینه، کار خیلی خیلی سختی نیست. البته آموزش هایی رو که در مرحله اول باید انجام بدیم یه خورده باید ریسپانسیبیلیتیمون بیشتر باشه، درست انجام بدیم و ولی بعد از اون یواش یواش دیگه به هر حال همه چی
راحت میشه. دقیقاً. کار نیکو کردن از پر کردن است دیگه. وقتی که ادامه میدی هم تبحرمون بالا میره، هم اعتماد به نفس بالا میره. میدونی به لحاظ شخصیتی هم خیلی آدمو میسازه واقعا این بیزنس. دقیقاً دقیقاً از دقیقاً واقعا. از بنفیتاش هرچی بگیم گلستان جون کمه، ولی حالا ما میخوایم تمرکزمون رو بذاریم رو همین تیتری که شما سابجکتی که شما گذاشتید براش. درسته درسته. نامحدود بودن شرایط در این بیزینس، حالا از چه جهاتهای دیگه فکر میکنید که محدودیت نداره، حالا غیر از این شرایط سنی و ببینید اولا که ما چون کار ما ادورتایزینگ دیگه، ما میخوایم این سیستم رو پروموت کنیم که دیگران هم باهاش آشنا بشن. خب به لحاظ اینکه تو بخوای این کارو کنی، مثلا اگر به شخصه بخوای یه شغلی توی کشوری که داری زندگی میکنی داشته آها باشی، دقیقا حضور داری و محدود میشی به همون محیطی که تو داری توی اون کشور کار میکنی یا زندگی میکنی. اما ما چون داریم از طریق سوشال مدیا کار میکنیم، با تمام دنیا میتونیم جوین بشیم. یعنی همه دنیا، من الان هلند هستم، حالا اون ور کره زمین، کانادا، امریکا، افریقا یا هر جای دیگه میتونم ارتباط بگیرم با آدما. محدودیت زمان و مکانی حتی به این لحاظ ندارم، به دلیل اینکه این کارو دارم تو سوشال مدیا انجام میدم و پلتفرمی که داره منو نشون میده میبره جاهای دیگه که دیده میشم. پس به لحاظ کار از این جهت ما محدودیتی اصلا نداریم و میتونیم کاملا. ببین بیزینس های آفلاین خب محدود به شهری که تو توش داری زندگی میکنی، کمپانی که تو داری توش کار میکنی. اما بیزینس آنلاین خوشبختانه این حسن رو داره که تو در یک زمان با خیلی جاها میتونی در ارتباط باشی و ارتباط بگیری و دیگران تو رو بشناسن و بیان سراغ این کاری که تو داری میکنی. این هم خیلی پوانه به نظر من مثبتیه که این کار داره. همین یکی از بزرگترین عدم محدودیت هایی که داره واقعا. دقیقاً دقیقاً. ببین همونجوری که الان کاملا واضح هستش، من از منیتوبا هستم و مری عزیز از نوترلند هستش. این بیزینس رو از هر کجای دنیا که میتونید شروع بکنید و در واقع فرقی نمیکنه. باز هم گفتیم چون که آنلاین هستش، به یه اینترنت، به یک کانکت وقتی به اون کمپانی میشیم، برای اون کمپانی تفاوتی نمیکنه. شما در آمریکا میخواید زندگی کنید، در کانادا میخواید زندگی بکنید و حتی زمانی هم که میخواید یک موقع از کشور دیگه به کشور دیگه برید، فقط اون اینفورمیشنتون رو، آدرستون رو که تغییر کرده در واقع به ادمین میدید. یک سیستمی ما داریم که تمام سوالامون رو، تمام چیزایی که احتیاج داریم اونجا در واقع به صورت ایمیل میذاریم و سریع اونا خودشون چیکار میکنن، اونا همه رو ست میکنن و روی این حساب. ولی در عین این همه اینها متاسفانه از ایران، دوستانی که از ایران هستن و افغانستان هستن، متاسفانه نمیتونن این بیزینس رو شروع بکنن مگر اینکه به هر حال تصمیم دارن که بیان خارج از ایران و یا در افغانستان بیان کشورهای دیگه و اون وقت میتونن زمانی که جواز کار رو گرفتن و سیتیزن شدن، چون این بیزینس قانونیه دیگه، درسته؟ برای همین باید جواز کار کردن رو داشته باشن، چون یک آیدی به شما داده میشه که باید حتما با اون گاورمنت و در واقع نشون بدی و تکس برمیگرده. دقیقا. ما یعنی یه شغلیه که کاملا زنده است. یعنی تو یه بیزنس وومن یا بیزنسمن میشی تو هر منطقه‌ای، تو هر جایی که هستی، تو زیر سقف خونه خودت و با اون آیدی که داری واقعا میتونی همه جای دنیا بری. و اتفاقا همین که قانونی هست اعتماد به نفس آدمو بالا میبره و آدم احساس امنیت میکنه که تو میتونی طبق همون کشوری که هستی تکس این درآمدتو پرداخت کنی و هیچ مسئله‌ای هم واقعا مشکلی هم پیش نیاد. چون فکر کنید آدم زندگیشو بعد از چندین سال ساخته حالا بیاد یه کاری بکنه خودشو بندازه زندان مثلا. واقعا همینجوری. ما الان همه ما مهاجر اومدیم. در واقع من همیشه میگم
تو همون رانندگیش هم که حساب کنی سعی میکنیم که بالاخره مراعات بکنیم، یا محیط کار بالاخره یک شرایط خاص خودشو داره، همه اینا رو مراعات میکنیم که به هر حال یک بک‌گراند بدی رو به دست نیاریم و پشت پروندهمون نباشه. حالا این که دیگه جای خودش هستش. و در رابطه با اینکه این بیزینس از نظر مکانی هم نامحدوده، من خودم مری عزیز چون توی شهر بسیار سردی زندگی میکنم، بعد دائما فکر این بودم که کاشکی میتونستم میرفتم یه شهر یه خورده آب و هوای گرمتر داشته. 8 ماه اینجا زمستون وحشتناک داره. خب اینم علت اینی هم که این شهر اومدیم، بالاخره خب برادرم اینجا بود، خواهرم اینجا بود و مثل اون زمان مثلا 20 سال پیش ما اینترنت نداشتیم، تلفن نداشتیم که بشینیم مثلا در مورد کدوم شهر خوبه یا مثلا کدوم شهر برای کار خوبه. بالاخره یک جورایی اومدیم اینجا و ناچار شدیم که به خاطر کارمون نتونیم یه شهر دیگه بریم و چون به هر حال اینجا کار کردن و نمیدونم بعد از 5 سال و 3 سال خیلی سخته، سنن میره بالا دیگه، به اون 25 سالی نیستیم بگیم هر جا ما میریم مثلا سریع ما استخدام میکنن و اون بنیفیتسایی هم که از کار میگیره خب یه خورده بالاخره کنسل میشه. روی این حساب از این بابت من انقدر خوشحال هستم، میگم خدایا چیز خوبی رو، یه هدیه خیلی خوبی رو به کسایی که واقعا این بیزینس رو شروع کردن دادید که اگر یه موقع هم خواستن جایی برن، اگه یه موقع خدایی نکرده اصلا مریض شدن نتونستن به کار اصلشون برن، یه ماه 2 ماه، بالاخره اتفاقه دیگه. این بیزینس واقعا فکر میکنم نجات دهنده است. دقیقاً یه موردی رو اتفاقا چون از اومدن خودتون گفتیم به ذهن من رسید و واقعا اینم دلم میخواد اینو بگم. الان خب خیلی از کسایی که از ایران میان، حالا قبلا در گذشته، حالا 20 سال پیش، خب همه اکثرا با یه بک‌گراندی می اومدن، بعد همه خانوادگی می اومدن یا بیزنسی می اومدن یا برای تحصیلات می اومدن، نوجوان بودن، جوان بودن، اپلای میکردن. اما الان با شرایط ویژه‌ای که خب کشورمون داره، خیلی واقعا میخوان به هر ترتیبی شده از اون مملکت بیان بیرون. دقیقاً. و خب دارن این کارم میکنن. خب خودتون که میدونید گلستان جون، اینجا به این راحتی اینطور نیستش که تو بیای دکترا داشته باشی، مهندس باشی یا هرچی، بیای سریع بری سر همون کار خودت. دقیقاً. باید حتما هر مدرکی که داری، هر بک‌گراندی که داری، بیای اینجا آپدیت بشی با سیستم آموزشی هر کشوری که میری. خب اینم طول میکشه دیگه، 2 سال 3 سال بسته به سن آدم، اینکه تو جوونی پیری، یعنی سنت بالاتره، گیرایی چقدر طول میکشه. خب این بیزنس میتونه این کمک رو بکنه واقعا به این اشخاص. من اتفاقا خیلی خوشحالم که اینو اینجا عنوان کنم. دوستای عزیزی که اخیراً دارن از ایران خارج میشن یا تو طی این چند سال اخیر اومدن، که حالا تا بیان زبان اون کشور یاد بگیرن. مثلا من حالا انگلیسی تو بخوای هر جا گلستان جون استارت بزنی، باز یکم بک‌گراندی داری، یه اطلاعاتی داری از انگلیسی، اگر هم کاملا آیلتس نداشته باشی یا هر چیز. ولی مثلا یه کسی مثل من اگه انگلیسی هم بدونه باید هلندی رو هم یاد بگیره، یا بره آلمان باید آلمانی رو یاد بگیره. پس این بیزنس این کمک رو میتونه بکنه که اون شخصی که شروع کرده اینجا زندگیشو، حالا تا بیاد بره سر اون شغلی که دلش میخواد، یه درآمدی از این بیزنس کسب کنه و این بتونه کمکش کنه برای حالا برنامه‌های آیندهش. چه بسا البته اونطور که ما میدونیم انقدر رشد هست تو این بیزنس که طرف میتونه اصلا بی خیال کارش بشه. خیلی این کار کردن. دقیقاً به خدا. خیلی این کار. اصلا من قشنگ اون ویدیوی اون افرادی که با منتورمون لایف داشتن وقتی نگاه میکنم، اون اوایل که با هم صحبت میکردن میگفتن اصلا ما اومدیم ثبت نام کردیم، دوباره پولمون رو گرفتیم و رفتیم و اصلا باور نمیکردیم. بعد الان شما ببینید همونایی که باور نمیکردن و در واقع حتی یکیشون هم قشنگ یادمه که برگشته بود میگفته شما چیکار دارید میکنید، سر مردم کلاه میذارید، نمیدونم اسکم الست و بلست. بعد الان خودش میگه من به درآمدهای 4 رقمی رسیدم و
کار اصلی خودش رو کویت کرده، یه بچه کوچیک هم داره و الان خیلی راحت زندگی میکنه. و اگر یعنی همین شخص با اون باور رهاش میکرد این بیزینس رو و میرفت دنبال کار خودش، الان در شرایط خوبی که قرار داره هرگز با این شرایط نمیرسید. و این مونده به مایندست های ما که چجوری با چه دیدی نگاه بکنیم. به هر حال ما هر روز لایو میذاریم، ویدیو میذاریم، میگیم به خدا این بیزینس درسته، قانونیه، ما خودمون دوست نداریم برای خودمون، برای خانوادهمون مشکل ایجاد بکنیم. به هر حال این دیگه مونده به تصمیم افراد که چجوری نگاه میکنن. دیگه اگر کسی جدی باشه، خدا رو شکر الان امکانات اونقدر فراوون هستش که هر کسی یه موضوعی رو بخواد در موردش تحقیق کنه، بره تمام مراتب یعنی زیر و زبرش رو در بیاره. خدا رو شکر الان این امکانات رو همه داریم. درسته. و اگر کسی جدی باشه واقعا بخواد یه تغییری تو زندگیش ایجاد کنه، همونطور که ما میدونیم این بیزنس واقعا تغییرهای شگرفی تو زندگی آدما ایجاد کرده، جدی باشه میاد به هر حال یه فکر نمی کنم هزینه‌ای داشته باشه رجیستر کردن توی وبسایت هر کدوم از ماها و اون وبینار رو دیدن. خرجش فقط همون 90 دقیقه است. به هر حال هیچ چیزی بی دلیل نمیاد سراغ آدم. گلستان جون، من وقتی که اد ندا جون رو دیدم واقعا توی شرایطی بودم که باور کردنی نبود برام که خب الان این اومده سراغ من. تمام اون افکاری که من داشتم برای پیدا کردن یه شغل دوم که از همه هم مهمتر برام این بود که من رئیس خودم باشم و محدودیت زمانی و مکانی نداشته باشم، خودم بتونم منیج کنم تایم کارم و مکان کارم و میتونید اصلا خیلی عجیب بود. بعد از این همه دعا و احساسی که خود به هر حال هر کسی با باور خودش درخواستایی داره دیگه. وقتی که دیدم هیچ چیزی واقعا بی دلیل نیست تو زندگی آدم میاد و فقط آدم کافیه جدی باشه و بره و بررسی کنه، بی خود قضاوت نکنه، فرصت بدیم به اون چیزی که برامون پیش میاد و تحقیق و بررسی کنیم و استارتشو بزنیم. اگر با ما مچه، اگر هم که مچ نیست که خب خدا حافظ شما، کار نداریم. آره خیلی هم مثلا خب واقعیته، خب میان تماس میگیرم، بعد مثلا میبینن خب اون شخصیتشون، اون مود زندگیشون اونجوری نیستش که بیان فرض کن 2 ساعت بشینن پشت کامپیوتر یا مثلا حوصله داشته باشن بشینن یه جا. میگن خب ما مثلا وقت نداریم، 2 تا بچه کوچیک داریم. یا مثلا میگن که کار ما انقدر شلوغه که نمیتونیم بیایم این بیزینس. اتفاقا یکی از دوستان میگفت اتفاقا برای همینا خوبه، برای کسایی که بچه دار هستن وقت نمیکنن در واقع بیرون کار بکنن یا کار بیرونشون با بچه‌هایی که 2 تا بچه کوچیک دارن میذارن و توی دیکر رو دیگران بزرگشون میکنن برای اینا خوبه. یا اونی که میگه من وقت ندارم زندگیم خیلی شلوغه، خب این بیزینس برای اونا خوبه. این تایمی رو که برای بیزینس بذارید بعد از یه مدتی، همیشه این نیستش که آموزش داشته باشیم یا مثلا فرض کنید کارهای سختی باشه 5-6 ماه یا بستگی به تایم خودتون چقدر وقت میخواید بذارید این آموزش ها رو زود تموم میکنید بعد یواش یواش کار آسان میشه. به جای اینکه 8 ساعت کار کردن فقط از شروع تا پایان کاره. 1 ساعت حالا طول میکشه به شما برید، 1 ساعت برگردید، میایید خونه حالا خسته و کوفته. من خودم دارم میگم وقتی تو کار اصلی خودم دیگه نداره آدم بیاد حالا یه 4 نفر منتظر غذا هستن بیاد غذا درست کنه. راست میگه. اینا همه مشکله. خب این بیزینس برای همین جور افراد هستش. یعنی خیلی وقتی الان رو وقتی نگاه میکنی خیلی چیز سخت میاد، ولی وقتی پاتو بذاری آروم آروم شروع بکنی یواش یواش میبینی که همه چی داره خوب پیش میره و یاد میگیرید و یه موقع هم میبینی که بله به یه درآمدی میرسید که خودتونم باور نمیکرد. دقیقاً. خب بیزنس دیگه اسمش روشه.
انرژی تو میخواد، صبر و حوصله تو میخواد، ایمان تو میخواد. واقعا وقتی به یه چیزی ایمان داشته باشی و یه چیزی رو با همه وجودت بخوای براش تلاش میکنی و صبوری میکنی. بیزنس همینه، واقعا باید صبر کنی، مثل اینکه یه دونه ای رو میکاری، باید تایم داشته باشه، نور بهش برسه به اندازه کافی، آب، بالاخره رسیدگی تا اون دونه از خاک بیاد بیرون و حالا نهالی بشه و تو ببینی بشینه، بالاخره تایم خودش رو میبره. ولی حقیقتا یه کاریه که حالا اگر شما، حالا من یعنی همیشه اینو میگم اگه 2 ساعت وقت آزاد داری تو زندگیت، به خودت این شانس رو بده، بیا یه ترای کن، ببین، بررسی کن. الان خدا رو شکر انقدر این کامیونیتی داره رشد میکنه، هر روز هر کی تو فیسبوکش کم و بیش چند نفر از دوستان و همکاران ما رو خواهد داشت که دارن در رابطه با این بیزینس و هر کدوم در رابطه با نکته های ریز این بیزینس صحبت میکنن. هر کی بره واقعا ببینه، بررسی کنه، کاری که ما هم کردیم، واقعا هیچ کدوم از ماها چشم بسته نیومدیم توی این دقیقا اینجوری، دقیقا همینجوری. هیچ کس نمیخواد جایی ضرر بکنه. و یکی از دوستانم به من میگفتش که اگر میخوای به درآمد برسی باید خرج کنی. حالا این خرج ممکنه زمانت باشه، ممکنه سرمایه باشه، ولی امکان نداره بخوای، حالا شاید درست نیستی، میخوای پولدار بشی ولی با دست خالی بخوای پولدار بشی. این همچین چیز خیلی خیلی سخت پیش میاد و روی این حساب ما باید از خودمون سرمایه بذاریم، وقت بذاریم، نمیدونم هزینه باید بذاریم، نمیدونم زحمت باید بکشیم، بیخوابی بکشیم. متاسفانه خیلی فکر میکنن بیزینس اینه که اسم و فامیلتون رو بنویسید بعد رهاش کنی به حال خودت، 6 ماه دیگه بیای ببینی که تو حسابت مثلا کلی واریز کردن و بعد پولای کردن. اینجوری نیستش. اینم عین همون کافی شاپتونه، عین همون بیزینس کوچیکتونه که یه گوشه از مغازه رو میگیرید، باید روش کار بکنید و یاد بگیرید که چجوری بیزینس رو راه بندازید و خلاصه زحمت داره ولی به نتیجه بسیار بسیار عالی میرسید. اتفاقا اگه با بیزنس های دیگه بخوای مقایسهش کنی، گلستا جون، سرمایه‌ای که برای این بیزینس لازمه بذاری خیلی محدوده نسبت به بیزنسایی که در این میبینیم. حالا بررسی اگه بکنه کسی، دنبال کار آنلاین باشه، از خونه بخواد انجام بده، بره تحقیق کنه، میبینه که این خیلی سرمایه مناسبیه. حالا من نمیخوام خیلی بگم کمه که همه فکر کنن دارم حالا پروموتش میکنم، ولی چیزی نیستش که هر کسی نتونه به نظرم اینو تهیهش کنه. به هر حال همونطور که شما فرمایش شما بود که به هر حال باید هزینه کرد برای هر چیزی، مثلا که بیزنس برای خودت باشه تا آخر اون کار کنه. دقیقا، ولی شیرینه واقعا تا آخر اون. یعنی اینقدر احساس امنیت و آرامش داری، همین که فکر میکنی که نمیخوای دیگه پاسخگوی کسی باشی، یه درصد بالایی از استرس روزانه آدم پایین میاد. خیلی مثلا شما کسانی که مادر هستن میخوان تو خونه کنار خانواده باشن، یا به قول شمایی که میای از سر کار خسته، تازه الان باید بری داخل آشپزخونه غذای شکم دیگران لباسم در نیاری یا لباسم عوض نکرده با همون. دقیقا اینو خودش استرسای خاص خودش رو داره دیگه. به هر حال ما داریم زندگی میکنیم، همه چی هم که پول در آوردن نیست. شما میخوای پول در بیاری که سلامت زندگی کنی و در لذت و آسایش و آرامش باشی. اون لذت و آسایش و آرامش رو نداشته باشی، فقط پول داشته باشی، بهره ای نبردی از زندگی، کیفی نکردی که. همه چی باید در کنار همدیگه باشه دیگه. اونم تو این دنیای عجیب غریب که هر روزم داره عجیب غریب‌تر هم میشه. خیلی خوب، بسیار بسیار عالی بود. نمیخوایم وقت دوستان رو بیشتر از این بگیریم. فقط یه توصیه که دارم برای دوستان، میری عزیز اگه اجازه بدید، اگر مایل هستید در رابطه با این بیزینس اطلاعات بیشتری به دست بیارید، میتونید در واقع پیج مری عزیز رو چک کنید، یا به هر حال در پیج من لینک و وبسایتمون رو زیر همین ویدیو قرار میدیم. با اطمینان خاطر و با یقین کامل میتونید این بیزینس رو شروع بکنید. ما نمیگیم بدون تحقیق شروع بکنید، با اطمینان و اطلاع کامل. به هر حال اگر دوست داشتید با
مری عزیز شروع بکنید و اگر مایه بودید به هر حال من در خدمتتون هستم و مطمئن باشید که ما منتور و کوچ فارسی زبان هم داریم که به شما کمک کنن و کلی از ویدیو هستش که از دوستانی که به موفقیت رسیدن در اختیار شما قرار میده و خلاصه تنها نخواهید بود و خوشحال میشیم که شما رو در جمع خودمون ببینیم. مری عزیز اگه صحبتی دارید با دوستان در خدمت. بله، خواستم اینم اضافه کنم که هم گلستان جون هم من در یوتیوب هم هستیم. میتونید شما با همین اسمامون سرچ کنید توی یوتیوب و کلی ویدیو توی پیجای هر کدوم از ما ببینید که اطلاعات بیشتری بهتون میده، موارد بیشتری رو از بنفیت های این بیزینس بهتون میگه. با همکارای دیگه ما آشنا میشید که با ماها لایو دارن، چه تو حالا صفحات فیسبوکمون، توی یوتیوبمون. به هر حال ما رو تو گوگل بزنید، اسممون رو بالا. آره، امیدوارم همه موفق باشن و هر کی به خواسته دلش هر چیزی که هست برسه. فقط به فرصت‌های شانسی بدیم، از کنارشون به راحتی نگذریم تا بررسی نکردیم. قربونتون برم گلستان جون. خیلی ممنون مری عزیز. انشالله که شما هم موفق باشید در هر کاری هستید، در کار اصلیتون، در کار جانبیتون که این بیزینس هست و شاید موفقیت‌های بیشتر و بیشتر شما باشید. همینطور شما و بقیه همکارامون. قربان شما. از همه شما خداحافظی می‌کنیم. ممنون که وقتتون رو برای دیدن این ویدیو و لایو گذاشتید. خداحافظ شما. خدا نگهدار عزیزم. خداحافظ عزیزم. خداحافظ.